همش صورتت جوش میزنه و لک شده. خب کبدت چرب باشه، همینه دیگه. برای کبد چرب، غلظت خون، فشار خون، چربی خون، حتی ضد سرطان هم هستش. این زرشک سیاه عالیه که اسم دیگهش میشه زرشک کوهی که هسته‌های درشتی داره و مخصوص آبگیریه. اول لایک و کامنت یاد نره قشنگ من بفرست برای همه اونایی که دوستشون داری. بریم که ببینیم چطور آبگیری میشه. یک لیوان از زرشک سیاه رو بریزین داخل سینی و پاک کنین و بعد در حدی که گرد و خاکش بره بشورین. بعد بریزین داخل یک کاسه به ازای 1 لیوان آب 6 لیوان آب داغ بریزین و به مدت 1 روز بذارین بمونه تا خیس بخوره. بعد 1 روز بریزین داخل قابلمه تا 2-3 دقیقه بجوشه. بعدش که یکم خنک شد بریزین داخل آبکش. بعد با دست زرشکاتون رو له کنین و اینجوری با دست فشار بدین تا عصاره‌شون خارج بشه و فقط اینجوری هسته و پوسته ازش باقی بمونه. اگه دوست داشتی میتونی